من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله حبيبنا مولانا محمد مولانا وصحبه. سوره مبارکه مؤمنون هست. ابتداءً ربط و مناسبت این سوره با سوره گذشته، سوره قبل که سوره حج بود، در ابتداءش تخویف اخروی خواندیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. از حادثه بزرگ قیامت که در واقع زلزله هست بترسید. خب حال در ابتدای سوره مؤمنون راه نجات از اون حادثه، راه نجات از اون عذاب بیان شده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. در آغاز این سوره بیان می فرماید که راه نجات از اون عذاب هولناک با سه چیز است. راه نجات از اون عذاب هولناک با چند چیز است؟ سه چیز. یک، اقامه نماز. دو، شرک نکردن. سه، ظلم نکردن. اول و آخر نماز را آورده و در میان نفی شرک و نفی ظلم، شرک نکردن و ظلم نکردن را آورده که اگر میخواهید از اون عذاب نجات بیابید، از اون زلزلة الساعه، پس نماز بخونید، شرک نکنید، ظلم نکنید. این هست ربط سوره. اما الله عزوجل آغاز فرموده سوره را با بشارت. اون سوره با تخویف بود. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. و این آغاز شده با مژده. قد افلح المؤمنون. به درستی که رستگارند مؤمنان. کدام مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصف اول نماز میخوانند. آنانی که در نمازشان خشوع دارند، فروتنی دارند، خشوع و خضوع دارند، استحضار حق دارند. دوم، شرک نکنید. والذین هم عن اللغو معرضون. آنانی که از لغو اعراض کننده هستند، از لغویات اعراض کننده هستند. قال ابن عباس هو الشرک. بزرگترین لغو شرک است. کار بیهوده. کوچکش را هم داریم، بزرگش را هم داریم. گاهی خداوند یک کلمه ذکر می کند، الفرد الکامل مراد است. الفرد الکامل لغو چی هست؟ شرک است. وقال الضحاك ان اللغو هنا الشرك. وقال الحسن انه المعاصی كلها. همه معاصی لغو هستند. خب شرک هم جز معاصی هست یا نیست؟
بله. فهذا قول جامع. لغو را یا لغو را به معنی معاصی بکنیم جامع هست. يدخل فيه من قال انه الشرك و قول من قال هو الغنا. چون خیلی ها گفتن لغو یعنی موسیقی، خیلی ها میگن که لغو یعنی موسیقیات. پس اونی که وقتی که به معنی معاصی بکنیم هم شامل موسیقی میشه هم شامل چی میشه؟ شرک میشه. بله. والذین هم للزکات فاعلون. وصف سوم، آنانی که زکات را انجام میدهند. للزکات، زکات عبادت مالی را میگویند. اما شما خواندید که در سوره های مکی زکات را به معنای چی میکنند؟ زکات مال نمی کنند، زکات جان، پاکی بدن. پاکی بدن باز هم از شرک. ابن عباس رضی الله تعالی عنه زکات را میگه هو قول لا اله الا الله. زکات اینه. حضرت شیخ رحمه الله همینو ترجیح میده، میگه این زکات از جمله قد افلح من تزکا هست. قد افلح من تزکا، رستگار اون انسانی است که خودش را پاک میکند. از چی پاک میکند؟ از همه آلودگی ها در رأس شرک است. پس بازم چی شد؟ للزکات یعنی از شرک خودشون را پاک میکنند. و بعضی دیگه از مفسران میگن زکات به معنی زکات است. درست سوره مکی است. اصل زکات، این مطلب را قبلا خدمت شما گفتم، اصل زکات در مکه نازل شد، اما مقدارش، حد و حدودش، شرایطش در مدینه، یعنی تفصیلش در مدینه. والذین هم لفروجهم حافظون. وصف چهارم، آنهایی هستند مؤمنان که شرمگاهشان را، عفتشان را حفاظت میکنند. الا علی ازواجهم، مگر بر همسرانشان، او ما ملکت ایمانهم، یا کنیزانشان، فانهم غیر ملومین. این افراد ملامت نیستند، قابل ملامت نیستند. فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که بطلبد ارضا را، شهوت را، غیر از اینجا، غیر از این دورا، فاولئک هم العادون. این افراد متجاوزانند. ببینید وصف سوم این هست که انسان با عفت و با حیا باشد. الله عزوجل هم حکیم است. در انسان الله عزوجل که قوه شهوانیه پیدا کرده، راه ارضاءش را هم الله تعالی فراهم فرموده. یعنی انسان وقتی که شهوت دارد در وجودش هست چیکار بکند؟ الله دو راه گذاشته. یا اینکه انسان ازدواج میکند، پیش همسرش میره، یا اینکه کنیزی دارد، کنیز مملوکه‌ای که میدونید واتی با او هم حلال است. غیر از این دو راه، بقیه راه، هر کسی انتخاب بکنه بقیه راه را، این انسان متجاوز است. فاولئک هم العادون. علما نوشتند، علامه آلوسی، علامه نصفی، که فمن ابتغى وراء ذلك شامل چه چیزهایی میشه؟ وراء ذلك غیر از این دو صورت شامل متعه میشه، صیغه، اینم حرام، لوات، استمناء بالید. این صورت ها همه صورت های چی هستند؟ یعنی هر صورتی غیر از این دو صورت باشه و انسان خودش را ارضاء بکند، این در فاولئک هم العادون داخل است. قرطبی گفته فیه دلیل علی تحریم المتعه والاستمناء بالکف. دلیل است بر این که متعه حرام است، استمناء بالکف حرام است لارادت الشهوه. این مال مدارک بود، ببخشید قرطبی نبود، تفسیر مدارک. قرطبی
و هذا یقتضی تحریم الزنا الی آخر. بعدا میخوانم. ببینید درباره حرمت استمناء بالید خب کسی اختلاف نداره، لواط هم کسی اختلاف نداره، اما درباره متعه بعضی از عزیزان اعتقاد دارند، بعضی، چون کل شیعه هم اعتقادی به جواز متعه ندارد، بعضی مخالفند، بعضی اعتقاد دارند که متعه درست است. اونها چی میگویند؟ متعه نوع نکاح است، نکاح موقت است، پس متعه در الا علی ازواجهم داخل است. اونم همسرش است، ولو برای 1 ساعت همسرش هست، برای 1 شب همسرش هست، همسرش هست. ما در سوره نساء غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، اونجا مقداری درباره حرمت متعه بحث کردیم که کسانی که هدفشان تشکیل خانواده نیست، بقیه حکمت هایی که در خانه تشکیل خانواده هست نیست، فقط هدفشون شهوت رانی هست، اونها در مصافحین داخل. اونجا بیان حرمتشون را خواندیم، نیازی به اعاده اون بحث نیست. احادیثی که درباره متعه بود هم عرض کردم. فقط اینجا من از یک نگاه و از یک زاویه این مسئله را بررسی میکنم. اون اینه که میخوام بگم زن ممتوعه با زن منکوحه فرق دارد. زنی که متعه شده با زنی که نکاح شده چی دارد؟ فرق دارد. زن منکوحه جز ازواجهم هست، زن ممتوعه نیست. زنی که متعه شده جز ازواج اصلا فرق داره با همسر. چرا؟ ببینید اگر ممتوعه زن و زوجه بود، خب ببین احکامی که در زوجه هست آیا برای ممتوعه هست؟ تو قرآن ما همش دستورات خواندیم، یک سری احکامی برای زن داریم نداریم؟ در سوره بقره شما خواندید، من اشاره میکنم شما میفهمید کدوم احکام. مثلا یک زن از شوهر ارث میبرد، اگر شوهر بمیرد شوهر از زن ارث میبرد، در حالی که زنی که با او کسی متعه کرده برای 1 شب برای 1 هفته، چه زن بمیرد چه مرد از همدیگه ارث نمیبرند. چطور زنش هست؟ پس وراثت بین هر دو نیست. معلوم شد زن نیست، زوجه نیست. 2 زنی که زنتون باشه بچه بیارد، نسب بچه از پدر چی میشه؟ ثابت میشه، الحاق فرزند به پدر، در حالی که در متعه چنین چیزی وجود ندارد. زن مال مادر، بچه مال مادر است، مال پدر نیست. 3 در همسر، کسی که همسر داشته باشد، همسر با طلاق از شوهر جدا میشه، در حالی که زن متعه بدون طلاق با گذشت مدت ساعت 12 که شد خود به خود، مثلا عرض میکنم خود به خود اینا از همدیگه جدا میشن، بیگانه میشند، پس با طلاق جدا نمیشه. 4 زنی که جدا میشه از زوجه‌ای که جدا میشه از شوهر نیاز به چی دارد؟ نیاز به عده دارد، نیاز به عده دارد. اما اونی که ممتوعه بوده به صورت متعه در اختیار کسی بوده، اون هیچ عده‌ای نمیگذراند. این ساعتش که تمام شد، ساعت 12 مثلا تمام شد، 1 با کسی دیگه چی کار میکند؟ عقد میبندد. پس این چه زنی هست، چه زوجه‌ای هست که احکام زوجه بر این جاری نمیشه؟ لذا اینها دلائل از جمله دلائلی هستند که نشان میده کسی را که کسی متعه کرده زن نیست،
پس در الا علی ازواجهم داخل نیست. ببینید قرطبی همین گفته، میگه و هذا یقتضی تحریم الزنا. این آیه فمن ابتغى وراء ذلك میطلبد که زنا حرام بشه. و ما قلناه من الاستمناء، استمناء بالید هم چیه؟ حرامه. و نکاح المتعه، و همچنین نکاح متعه. چرا؟ لأن المتمتع بها لا تجری مجرى الزوجات. زنی که نکاح شده با نکاح موقت و متعه، این قائم مقام همسر و زوجه نیست. لا ترث ولا تورث، نه ارث میبرد نه از او ارث برده میشود. ولا یلحق به ولدها، ولدش به اون ملحق نمیشه. ولا یخرج من نکاحها بطلاق یستأنف لها، و خارج نمیشه از طلاقی که برای اون طلاق صادر بشه، داده بشه. و انها تخرج بانقضاء المدة التي عقدت علیها، زن خارج میشه از عقد مرد با تمام شدن مدت. و صارت کالمستأجره، پس مثل زن منکوحه نشد، مثل مستأجره شد. کسی را که اجاره کرده برای ساعتی، برای شبی، برای هفته‌ای، با گذشت زمان خود به خود چی میشه؟ عقد تمام میشه. پس مثل این میماند، این هیچ شباهتی با زن ندارد. پس فمن ابتغى، غیر از اون دو صورت هر کسی راه دیگری به طلبت، فاولئک هم العادون، اینا چی اند؟ اهل تعدی، اهل تجاوز. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آنانی هستن مؤمنان، آنانی هستن مفلحان که لاماناتهم، برای امانتها و عهد و پیمانشان راعون، یعنی رعایت میکنند، لحاظ میکنند امانتی که در دستشان هست یا عهد و پیمانی که با کسی بستند، اینها را رعایت میکنند، خیانت نمیکنند، عهد شکنی نمیکنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنانی هستند که بر نمازهایشان محافظت میکنند. این یا تأکید بر نماز هست یا اینکه نه، این وصف با وصف اول فرق میکنه. وصف اول درباره کیفیت بود، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این درباره کیفیت نیست، این درباره مداومت هست، درباره محافظت هست، در مورد استقامت بر نماز است. اولئک هم الوارثون، کسانی که دارای این اوصاف هستند اینها وارثند. وارث چی؟ الذین یرثون الفردوس، آنانی هستند که اینها وارث جنت الفردوس میشوند. هم فیها خالدون، همیشه در جنت الفردوس میمانند. به چه معنی میمانند؟ ای لا یموتون ولا یخرجون منها، روح المانی، نه میمیرند نه از فردوس خارج میشوند. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. خب این صفات برای چی بود؟ برای دفع از اون عذاب، برای دوری از اون وحشت. حال الله عزوجل دلائل عقلی بر نفی شرک را آغاز می فرماید. این را خدمت شما عرض نکردم، یک ربط دیگه که در اون سوره هم نفی شرک، هم فعلی بود هم فی التصرف، اینجا هم هکذا. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما آفریدیم انسان را از سلاله، از یعنی خلاصه از گل، خلاصه از گل که الله عزوجل از گل در واقع لباب گل را خارج کرد و انسان را از او پیدا کرد. ثم جعلناه، اون ماده بعید بود، این ماده قریب. سپس قرار دادیم آن را نطفه فی قرار مکین، در قرار محکم یعنی رحم. ثم خلقنا النطفه علقه، اینا را شما خواندید. نطفه را تبدیل به علقه کردیم. فخلقنا العلقه مضغه، علقه را یعنی لخته خون را تبدیل به گوشت. فخلقنا المضغه عظاما، اون گوشت را استخوان کردیم، یعنی استخوان را از همون گوشت درست کردیم. فکسونا العظام لحما، استخوان را پوشیدیم با گوشت دیگه اضافه کردیم. ثم انشأناه خلقا آخر،
ببین این ترتیبی که هست به همین ترتیب درست دقیق امروز علم نشان داده که به همین ترتیب در شکم مادر است جنین نوزاد. این را پیغمبر امی 1400 سال پیش که مردم هیچ خبر نداشتن، از علم و آگاهی نبود گفته. لذا فخلقنا المضغة عظام ثم انشأناه خلقا آخر، ما خلق دیگری پیدا کردیم. به چه معنی؟ که برایش تصویر دادیم، بهش شکل دادیم، بهش قیافه دادیم. فتبارک الله احسن الخالقین، بابرکت است الله اون ذاتی که بهترین آفریدگار است. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، مرحله بعدی شما سپس بعد از این میمیرید ای انسان ها. بعد از مردن چه خبر؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سپس شما در روز قیامت حشر میشید، بعث میشید، بلند کرده میشید. خب این مراحل شماست. این همه مراحل را الله برای شما به وجود آورده. دلیل دوم، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، ما آفریدیم بالای سر شما 7 طرائق. طرائق جمع طریق است، 7 راه. 7 راه به چه معنی؟ ببینید بعضی گفتند که این به معنی راه نیست، بلکه طرق یا طریقه به آسمان ها میگن. به آسمان ها نه، هر چند چیزی که سر هم باشند، روی هم باشند، اونا را چی میگن؟ طرق میگن. آسمان ها هم سر به سرند، آسمان دوم بر آسمان اول، سوم بر دوم الی آخری. به این خاطر به آسمان ها چی میگن؟ طرائق. پس بالای شما 7 آسمان پیدا کردیم. 7 طرائق یعنی چی؟ 7 آسمان. ببینید قرطبی همین گفته، قیل للسماوات طرائق. چرا؟ چون که لأن بعضها فوق بعض، بعضی بر بعضی. والعرب تسمی كل شيء فوق شيء طریقه. عرب نام گذاشته هر چیزی که بر بالای چیزی دیگه باشد میگه طریقه. این یک قول. قول دوم نه، چون که در این آسمان ها راههایی هست برای فرشتگان. آسمان اول یک راه دارد، آسمان دوم هم یک راه دارد، هر یک راه، هر آسمان یک راه. پس 7 راه بالای سر ما هست. لذا وقیل لانها طرق الملائکه. والله اعلم. وما كنا عن الخلق غافلین، ما از مخلوق غافل نیستیم. بل نعلم جمیع المخلوقات، همه مخلوقات، کوچک بزرگ رشد ضعیف، همه را میدانیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آب به قدر نازل کردیم، به اندازه نازل کردیم، به اندازه نیاز، هر چی که نیاز انسان است. فاسکناه فی الارض، ساکن کردیم اون را، یعنی قرار دادیم آب را در زمین ذخیره کردیم برای انسان. و انا علی ذهاب به لقادرون، ما بر بردن آب قدرت داریم. یعنی چی؟ از بین بردنش. منظور اینه که قادریم تبدیل به بخارش بکنیم، از بین ببریم، یا چنان تو زمین جذبش بکنیم که انسان نتوند بکشد. ما میتونیم ولی این کار نمی کنیم برای منفعت انسان. فانشأنا لكم به جنات من نخیل، ما ایجاد کردیم به وسیله همین آب برای شما انسان ها باغاتی خرما و عناب و انگور. لکم فیها فواکه کثیره، برای شما در این میوه های زیادی هست. و منها تأکلون، از همین شما میخورید. چقدر شما استفاده میکنید. و شجرة تخرج من طور سیناء، همچنین ما رویاندیم شجرتن ای انبتنا شجرتن، ما رویاندیم، ما درست کردیم درختی که تخرج من طور سیناء، از طور سیناء خارج میشه. تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، این درخت برای شما روغن میرویاند، یا تنبت مع الدهن، رشد میکنه همراه با روغن. منظور از این درخت چی هست؟ زیتون است که روغن زیتون داره. و صبغ للآکلین، و خورشی برای کسانی که بخورن. در
روغن زیتون چه خورشی هست، چه شوربایی هست. عرض کنم که روغن زیتون را در تفاسیر وقتی که بررسی کردم، الان در عرف ما چون اینجا زیتون کم است، در جاهای دیگه اینجا زیتون را فقط به عنوان ترشی استفاده میکنی یا خود روغن را هم امروزه در غذاها استفاده میکنند. بهترین غذا اونی که روغن زیتون داره، اما خودش به عنوان صبغ، به عنوان خورش جداگانه اینجا استفاده نمیشه، در بلاد عربی میشه. در خیلی جاها خود روغن به عنوان یک صبغ هست. به عنوان مثال خیلی ها هستن قدیما اینجا نان وقتی که فقر بود، مردم چیزی نداشتن، یک تکه نان خشک می گرفتن و روی اون نان خشک اون را چرب می کردن با روغن. نان روغنی دیگه بهترین غذا بود و خوراک بود. در اون بلاد الان هم هست، در گذشته هم هست، بنده هم استفاده کردم، بسیار خوش ذائقه هم هست که نان را رویش روغن میزنند، روغن زیتون و مقداری یک موادی هست به نام زعتر میریزند. این بهترین خورش میشه، بهترین از کنم خوراکی میشه. غذایی هست که هم برای معده بسیار راحت است و هم غذای خوش ذائقه است. پس این که ما اگر نداریم، در عرف ما نیست، معنیش این نیست که این چطور به عنوان غذا استفاده میشه. به عنوان غذا به صورت جداگانه هم چی استفاده میشه. و ان لکم فی الانعام لعبره. علاوه از این دلیل چهارم، در چارپایان هم برای شما درس است. چارپایان را مطالعه کنید. نسقیکم مما فی بطونها، شما را می نوشانیم شیر از شکمشان از چه راهی میاد. ولکم فیها منافع، و همچنین برای شما در آن چارپایان منافع هست. و منها تأکلون، از آن میخورید شما. و علیها و علی الفلک تحملون، بر آن چارپایان مثل شتر، الاغ، اسب و همچنین بر کشتی شما حمل میشوید، حمل کرده میشوید، سوار میشید، این طرف و اون طرف میرید، نیازاتتون را برآورده میکنید. خب تا اینجا دلایل عقلی بود، 4 تا دلیل خواندیم. حال دلیل نقلی شروع میشه. دلیل نقلی برای نفی شرک فی التصرف. اولین دلیل از سیدنا نوح علیه السلام، اولین پیغمبری که برای رد شرک مبعوث شد، از ایشون دلیل میخوانیم. شما این دلیل را به تفصیل در سوره هود خواندید. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی غیر از الله. افلا تتقون، ای تتقون عبادت غیر الله، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر خدا؟ آیا شما نمی ترسید از شرک کردن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اناد قوم، گفتند ملأ درباریان، آنانی که کفر کردند از قومش، ما هذا الا بشر مثلكم. این عقیده مشرکین است که میگویند رسالت و بشریت با هم منافات دارد. گفته این نیست مگر بشری مثل خود شما. یرید ان یتفضل علیکم، میخواهد بر شما فضیلت داشته باشد، فضیلت و برتری بر شما داشته باشد. ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خدا میخواست ملکی میفرستاد. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما این چیز را نشنیدیم در پدران گذشته من. یعنی این توحید را، یک تا پرستی را. ان هو الا رجل به جنه، این نیست مگر مردی که جنون در او هست، علیاذ بالله میگفتند. فتربصوا به حتی حین، منتظر باشید تا مدتی میمیرد و تمام میشه. اما نوح علیه السلام مناجات کرد. قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله مرا یاری کن به سبب آنکه مرا تکذیب کردند. یاری کن یعنی چه؟ ای اهلکهم به سبب تکذیبهم ایای، اونا را هلاک کن چون مرا تکذیب کردن. تفسیر کبیر گفته فاوحینا، این قبولیت دعاست. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک،
ما وحی کردیم به نوح که کشتی بساز، ان اصنع الفلک، کشتی را بساز به اعیننا، به کمک ما یا زیر نظر ما یا با امداد ما، و وحینا و دستور و وحی ما. فاذا جاء امرنا، هرگاه امر ما آمد که علامتش این است، و فارت تنور، تنور فواره زد، یعنی آب از داخل تنور زد بیرون، فواره زد. فاسلک فیها من کل زوجین اثنین، ببر در آن از هر دو جفت، از هر جفت دوتا، یعنی نر و ماده. ببینید آیا طوفان نوح همگانی بود، جهانی بود، عالمی بود یا نه؟ علما که میگن جهانی بود، عالمی بود، اکثر علما محققین بر این نظرن. به چند دلیل. یکی اینکه چند جا ما خواندیم که تمام عالم ذریه نوح هستند، اولاد نوح هستند. دوم، الله عزوجل دستور داد از هر حیوان جفتی ببرد. چرا حیوانات؟ مگر حیوانات نمیتونستن به اون مناطقی برند که اونجا طوفان نیست؟ معلوم میشه طوفان همه جا بود، طوفان همگانی بود. خب بعضی ها با توجه به شرایط جغرافیایی میگه اینقدر این زمین پستی و بالایی دارد که هزاران متر و کیلومتر باید آب بالا زده بشه. برای الله که این بعید نیست. این دلیلش است. فاسلک فیها من کل زوجین اثنین، هر جفت دوتا. و اهلک، و همچنین اهلت را ببر، الا من سبق علیه القول منهم، مگر اونی که قول بر اونها سبقت کرده. قول یعنی قول بالعذاب. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای نوح مرا خطاب نکن درباره کسانی که ظلم کردند، یعنی شرک کردند، کفر و شرک. لا تخاطبنی یعنی لا تراجعنی بالدعاء، دیگه دعا برای اونها نکن. انهم مغرقون، انها غرق می شوند. فاذا استویت انت و من معک، هرگاه تو و کسانی که با شما هستند بر کشتی مستوی شدید، سوار شدید، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین، بگوید الحمدلله، تمام ستایش و سپاس مرزاتی را که ما را نجات داد از قوم ظالمان. و وقتی که سوار شدید به وقت نزول هم این دعا را بخوانید. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، بگو بار الها مرا فرود بیاور، پایین بیاور، منزلا مبارکا، جای نزول مبارکی. و انت خیر المنزلین، تو بهترین پایین کننده هستی، نازل کننده هستی. الله می فرماید ان فی ذلک لآیات، همانا در این، در طوفان نوح نشاناتی بود. و این کنا لمبتلین، همانا ما بودیم ابتلا کننده، امتحان کننده. ای مختبرین قوم نوح البلاء، ما بودیم قوم نوح را در این امتحان کردیم. اور عبادنا، یا ما بندگان خودمون را امتحان میکنیم ببینیم که چه کسی در واقع از اینها درس میگیرد، عبرت میگیرد. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، خداوند میفرماید بعد از نوح قرن دیگری را پیدا کردیم. قرن بعدی بعد از نوح کی بود؟ شما خواندید در ترتیب قرآن مجید؟ قوم عاد بود. پس اینجا نام برده نشده، قوم عاد مراد هست که حضرت هود علیه السلام به سوی آنها مبعوث شد. فارسلنا فیهم رسولا منهم، ما فرستادیم رسولی از خودشان یعنی هود، ان اعبدوا الله، با این مضمون که فقط الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبود غیر از الله. افلا تتقون، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله؟ اما هود را چه جواب دادن درباریان؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اناد قوم، گفتن کسانی که کفر کردند از قومش، آنانی که کفر کردند و تکذیب کردند ملاقات آخرت را، آنان و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، این سبب کفرشون هست، سبب مرضشون هست. اطرفناهم، ما آنها را عیش دادیم در زندگی دنیا، خوشحالی و طرف.
چی گفتن، چی اعتراضی کردن؟ مثل قوم گذشته. ما هذا الا بشر مثلكم، نیست این هود مگر بشری مثل شما. یأکل مما تأکلون، هر چی که شما میخورید این میخورد. و یشرب مما تشربون، از آنچه که شما می نوشید این هم می نوشد. پس فما الفرق بینکم و بینه، فرق بین شما و این چیه که اون رسول است و شما رسول نیستید؟ بیچاره ها اینطور قیاس کردن. ولئن اطعتم بشرا مثلكم، استکبار است، تکبر. اگر شما اطاعت کردید از بشری که مثل شما است، انکم اذا لخاسرون، شما واقعا زیانکارید، در ضرر و زیان واقع شدید. ایعدکم انکم اذا متم، اناد قوم، انکار قیامت. آیا این شما را می ترساند؟ وعید میده. از این شما باور کردید؟ انکم اذا متم، این که شما وقتی بمیرید و کنتم ترابا و عظاما، و تبدیل بشید به خاک و به استخوانهای پوسیده، انکم مخرجون، آیا شما دوباره بیرون کرده میشید، زنده میشید از قبرها؟ آیا شما رازی میترساند؟ هیهات هیهات، یعنی این مسئله بدور از واقعیته. بعد بدور از واقعیت است، بدور. لما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشید چنین چیزی نخواهد بود. پس چیه؟ ان هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر همین زندگی دنیای ما. نموت و نحیا، در همین دنیا ما زنده ایم و در همین دنیا میمیریم. و ما نحن بمبعوثین، ما مبعوث نمیشویم بعد از موت. ان هو الا رجل افترا، نیست این هود مگر مردی هست که افترا گفته بر الله، کذب. و ما نحن له بمؤمنین، افترا در دو چیز، یکی این که میگه معبود یکی هست و یکی میگه که بعد از مرگ بعث هست. این دو چیز را اونها باور نمی کردند. مبدأ معاد. و ما نحن له بمؤمنین، ما به او ایمان نداریم، قبول نداریم. حضرت هود هم مثل حضرت نوح مناجات کرد. قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله یاری کن مرا به سبب آنکه مرا تکذیب کردند. قال اما قلیل، استجابت دعا. الله فرمود اما قلیل، ای عن قلیل، مدت اندکی بعد، لیصبحن نادمین، حتما اینها پشیمان میشند. ای بنزول العذاب العظیم، با نزول عذاب عظیم پشیمان میشوند. رب العالمین می فرماید فاخذتهم الصیحة بالحق، آن صیحه، آن فریاد جگر پاره کننده آنها را گرفت بالحق. فجعلناهم غثاء، ما قرار دادیم آنها غثاء، آنها را غثاء قرار دادیم. غثاء یعنی آشغال، تکه تکه، زباله. فبعدا للقوم الظالمین، دوری از رحمت الله برای قومی که ظلم کردند، شرک کردند. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بیان سنت الله. الله می فرماید بعد از آن ما ایجاد کردیم قرون دیگری را. انسانهای در قرنهای مختلف زنده شدند و مردند. ما تسبق من امت اجلها، هیچ امتی سبقت نکرد از اجلش. اجلش اونی که معین بود در نزد خدای عزوجل، همون اندازه که معین بود به همون اندازه زنده شد و مرد. و ما یستاخرون، از اجلشان تأخیر نکردند. ثم ارسلنا رسلنا تترا، سپس ما فرستادیم برای این اقوام پیامبران من را تترا، یعنی پیا پی، پشت سر هم. تترا حال از ارسلنا است به معنی متواترین، پیا پی. کلما جاء امتا رسولها، هرگامی آمد پیش هر امتی، هر ملتی رسولش، کذبوا، او را تکذیب میکردن. فاتبعنا بعضهم بعضا، الله می فرماید ما پشت سر میکردیم بعضی را بر بعضی. یعنی چه؟ یک گروه را که قبلا هلاک میکردیم، گروه بعدی تکذیب میکرد، این هم پشت سرش میفرستادیم، یعنی هلاک میکردیم. وجعلناهم احادیث،
سبحان الله، انسان به گذشته فکر کند با این دیدگاه که قرآن میگه و جعلناهم احادیث، اونها را ما افسانه قرار دادیم. یعنی امروز اونها به عنوان افسانه از اونها یاد میشه، هیچ وجودی ندارن، یه روز چه قدرتی داشتن. فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری از رحمت الله برای قومی که ایمان ندارند، ایمان نمی آورند. خب بعد از حضرت هود انبیاء گذشته و اقوامی هم بودن که گذشتن، اما بعد از اونها ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، سپس ما فرستادیم بعد از آنها موسی را و برادرش هارون را به آیاتنا و سلطان مبین، با آیات ما یعنی با احکام تشریعی و سلطان مبین، با دلائل روشن. سلطان معجزه است، با معجزات روشن. الی فرعون، بسوی فرعون فرستادیم و ملئه و درباریان فرعون. فاستکبروا، تکبر کردند. فاستکبروا عن قبول الحق، اونا حق را قبول نکردند، تکبر کردند از قبول حق. و کانوا قوما عالین، این دلیل است، علت است، چون آنان قوم متکبر بودند، عالی که خودشان بلند میدانستند. فقالوا، ببینید چه بهانه‌ای کردن. فقالوا، گفتن انؤمن لبشرین، آیا ما ایمان بیاوریم، ما قبول کنیم دو تا بشر را. این تحقیر شخصی است، دو بشری که مثل ما هستند، یعنی هیچ ریاستی ندارند، هیچ پستی ندارند. و قومهم حالنا عابدون، دو بشری که قومشان عابد ما هستند. این تحقیر قومی هست، اون تحقیر شخصی بود، این تحقیر. دو نفری که قومشان بردهای ما هستند، عابد ما هستند. الله می فرماید فکذبوهما، آن دو را یعنی موسی و هارون را تکذیب کردند. فکانوا من المهلکین، از هلاک شدگان شدند که هلاکتشون را هم شما به تفصیل خواندید. ولقد آتینا موسی الکتاب، اما بعد از هلاکت فرعون مرحله جدید موسی و نوبت به امت اجابت که رسید. ما دادیم به موسی کتاب را لعلهم یهتدون، شاید بنی اسرائیل بر هدایت بشه. یهتدون لدین الحق، الان کجاست این بنی اسرائیل که دین حق را نمی پذیرد، به تورات عمل نمی کند. و جعلنا ابن مریم، دلیل پنجم تفسیری از عیسی ابن مریم. و جعلنا ابن مریم، قرار دادیم ابن مریم را و امه و مادرش را آیتا، نشان قدرت ما. و آویناهما الی ربوة، ما آنان را پناه دادیم به ربوه. ربوه میگویند زمین بلند، ذات قرار. اون ربوهی که ذات قرار بود، جای قرار و آرامش بود، و معین و چشمه جاری. ببینید آویناهما، مریم را چطور پناه دادیم، ابن مریم را و مادرش را. خدمت شما قبلا عرض کردم که حضرت عیسی علیه السلام وقتی که متولد شد، اولا در طفولیت عیسی علیه السلام سخن می گفت و بعد بزرگتر که شد بعضی از علائم معلوم بود. پادشاه ظالمی بود که اون پادشاه کاهنها گفته بودند که زوال ملکت به وسیله این پیامبر میشه، یا اینکه این پیامبر دینش همه زمین را میگیرد. لذا او میخواست حضرت عیسی را از بین ببرد، دستور کشتن عیسی داد در حالی که عیسی بچه بود. لذا وقتی که حضرت مریم متوجه شد که دنبال عیسی هستند و میخواهند عیسی را بکشند، عیسی علیه السلام را برداشت. گفتیم خدمت شما پسر عمویی داشت به نام یوسف، و یوسف برداشت مریم را و عیسی را برد به جای پناهگاهی، اونجا اینها را نگهداری کرد تا اینکه اون پادشاه مرد. میگم و ذکر ان سبب هذا الایوا، اینکه آویناهما،
سبب این پناه این بود که ان ملک ذلك الزمان عزم على قتل عیسی، پادشاه اون زمان تصمیم گرفت بر قتل عیسی. ففرت به امه، مادرش او را برد به طرف شرق، یک جایی بود، یک ربوه، یک بلندی بود. بعضی میگن مراد از ربوه بیت المقدس است، چون بیت المقدس نسبت به بقیه اراضی شام به بلندی هست. قال ابن عباس هي بیت المقدس خازن. قال قتاده كنا نحدث ان الربوه بیت المقدس. ابن جریر. به هر حال بعضی میگن ربوه همون محل ولادت عیسی است، چون که اونجا هست جبرائیل فناداها من تحتها، پایین، از پایین او را ندا کرد، معلوم میشه اونجا بلندی بود. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل